سرخط خبرهای مهم. وزارت دفاع اسرائیل از حمله به ایران خبر داد. از تاجیکستان آموختند ابله‌های جوانان در قزاقستان. و پلیس احمدآباد گفت یک مسافر ایر ایندیا را زنده پیدا کردند. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی. به برنامه نویدی بامدادی خوش آمدید. امروز جمعه 13 ایون. برنامه را از یک خبر عاجل شروع میکنیم. اسرائیل صبح جمعه 13 ایون به چندین شهر ایران از جمله تهران حمله کرد. در پی این حمله ها چند فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. شبکه خبری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حسن سلامی فرمانده سپاه پاسداران، غلام علی رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی و محمد مهدی تهرانچی رئیس دانشگاه آزاد در حمله های اسرائیل کشته شدند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت که عملیات علیه قلب برنامه غنیسازی هسته‌ای ایران صورت گرفته. هدف آن تأسیسات هسته‌ای در نتنز و دانشمندان هسته‌ای بوده است. نتانیاهو همچنین اظهار داشت که این عملیات چند روزه که ضرور باشد ادامه خواهد داشت. رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که یک بنای استقامتی در تهران نیز مورد حمله قرار گرفته. شماری از شهروندان از جمله زنان و کودکان کشته شدند. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده است که آتش و دود در یکی از منطقه‌های کلیدی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تهران دیده شده. ترکش‌های نیز در شهر نتنز و گوش رسیده است. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران، اسرائیل همچنین به همدان، کرمانشاه، نتنز، قصر شیرین و بندرعباس حمله کرده است. در پی این حمله ها فرودگاه بین‌المللی امام همینی در تهران پروازهای خود را قطع کرده. عراق هم حریم هوایی خود را بست و همه پروازها در فرودگاه‌های خود را متوقف نمود. اسرائیل وضعیت اضطراری اعلام کرده حریم هوایی خود را بسته است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته است که از ضربه اسرائیل خبر داشته، اما آمریکا در این حمله دست ندارد. ما نیروهای خود را دفاع میکنیم و ایران را هشدار دادیم که به ما حمله نکند، گفته است او. در همین حال روزنامه وال استریت جورنال نوشت که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک گفتگوی تلفنی با ترامپ هنوز در اول هفته احتمال حمله به ایران را مطرح کرده بود. پلیس احمدآباد در هندوستان خبر داده است که از 242 سرنشین هواپیمای ایر ایندیا تنها یک نفر را زنده پیدا کردند. در میان ساکنان بینایی که هواپیما برخورده است قربانیان نیز هست، ولی هنوز تعدادشان اعلام نشده است. پیشتر سردار اداره پلیس احمدآباد گفته بود که هیچ نفر از آنهایی که سوار هواپیما بودند زنده نماندند. بعدا این مقامدار گفت که دسته نجات از زیر خرابه ها یک نفر را زنده پیدا کردند. حالا او در بیمارخانه معالجه میگیرد، گفت او. رسانه ها نوشتند که این نفر ویشواش کومارمی شهروندی بریتانیا بوده است. هواپیما ساعت 10:06 روز 12 ایون از فرودگاه شهر احمدآباد بالا شد، ولی پس از چند ثانیه به زمین سرازیر شد. در نوارها دیده می شود که برابری به زمین برخوردن هواپیما می ترکد. رام موهان نایدو کینجراپو وزیر هوانوردی هند گفته است که حادثه را تحقیق دارند و هنوز سبب سرازیر شدن هواپیما دقیق نشده است. هواپیمای نوی بوینگ 787-8 دریملاینر از احمدآباد باید به لندن پرواز میکرد. در داخل آن به جز 12 نفر خلبان و خدمت رسان، 169 شهروند هند، 53 شهروند بریتانیا، 7 شهروند پرتغالیا و 1 شهروند کانادا بوده است. در قزاقستان بازداشت جوانان در راه نقلیات و به زور به ارتش بردن آنها بیشتر شده است. در این کشور موسم بهاری دعوت به صف نیروهای مسلح تا آخر همین ماه ادامه میکند و امسال باید 42,000 نفر به صف ارتش و دیگر قواهای مسلح جلب شوند. گزارش همکاران ما از نسل شهری مرا همکارم طاهری سفر تقدیم میکند. این جوان را ماموران پلیس شهر قسطنطنیه در نزد درآمدگاه مغازه دستگیر کردند، ولی او به پنجرهای آهنین زینه‌پایش سخت چسبیده طلب دارد که حقوق شناس را دعوت کنند. کشمکش دراز آنها راهگذران را به خود کشید که صحنه را به نوار گرفتند و ماموران پلیس را عصبانی کردند. Уважаемый, отойдите, пожалуйста. Вы препятствуете государственной службе. Разве так можно делать? А вот так вот нормально? Отойдите, говорю. Что толкаетесь?
مدت بعد کارمندان دیگری پلیس آمدند و جوان را گرفته بردند. این گونه حادثه ها در قزاقستان زیاد شده است. نمونه دیگر از شهر اتیراو. در اینجا هم یک جوان را به زور میبرند. عین صحنه در شهر اکیبستوز. Не буду я удалять. Я хочу, снимаю, вы что хотите, а? Я это отправлю в интернет спокойно. و نوار گرفتن رفتار کارمندان کمیسریت نظامی آنها را خشمگین و عصبانی میکند. مؤلف این ویدیو از قسطنطنیه میگوید در روزی روشن چند نفر به نزدش آمدند و به یگان معرفی خواستند که همراهشان به کمیسریت نظامی برود. ظاهرا او رد کرده است. Телефон уберите, уважаемый. С чего я вдруг буду убирать? А с чего вы должны снимать без моего Почему разрешения? мы? Без моего разрешения. А вы какое-то гражданское лицо обычное или вы при Я исполнении? при исполнении. Я Ну должен- покажите мне, представьтесь мне Я полностью. показал вам. Ну Представьтесь. давайте, представьтесь полностью. Телефон, говорю, уберите. Полностью представьтесь. Телефон, говорю, уберите. С чего вы трогаете телефон? Вы что мне по рукам бьете? طالع این جوان بلندی کرده است که او را نبردند، ولی در بسیار موردهای دیگر کارمندان پلیس و کمیسریت نظامی چنین مهربان نیستند. وزارت دفاع قزاقستان ویدیوهای جنجالی را شرح داده و گفت آنهایی را چنین میبرند که از خدمت در صف ارتش سرکشی میکنند. بعضی شهروندان از اجرای طلبات قانونی کارمندان پلیس سرپیچی و مخالفت میکنند. از این سبب مجبور به کمیسریت نظامی آورده میشوند. با این گفته وزارت دفاع قزاقستان نه همه باور دارند. از جمله المیرا تابینبای ساکن الماتا که در فیسبوک نوشته است برادر دانشجوی او را شبانه از کوچه برداشته بردند. او به دانشگاهی به نام نظربویف داخل شد. پولش را هم پرداخته دعوتنامه رسمی گرفت. ما نمیدانستیم او در کجاست. کمیسریت حربی خبری نمیداد. پلیس نظامی و دادستانی اعتنایی نمیکردند. بعد دهها زنگ تلفنی و تهدید که ما به حکومت مراجعت میکنیم به ما گفتند که او در قسم نظامی است. نورسلطان تابینبای باید روز 25 میلیون خود را در دانشگاه چون دانشجو ثبت نام کند، ولی از قسم نظامی به وبسایت آن دسترسی ندارد. همین گونه ممکن است که او از حق تحصیل در یک دانشگاه معتبر قزاقستان محروم شود. دادگاه در شهر سنت پتربورگ یک شهروند روسیه را برای نشر خبرهایی که حمله تروریستی در کراکو سیتی هال را سفید میکرد 600,000 روبل جریمه کرده است. نیکولای کاناشنکو مؤلف خبرهایی که حمله تروریستی در کراکو سیتی هال در ولایت مسکو را سفید میکرد 600,000 روبل جریمه و برای 2 سال از اداره سامانه ها محروم کرده شد. در نواری که سررئیست وزارت کارهای داخلی سنت پتربورگ نشر کرده است، بازداشت شده اقرار شده است که در شبکه اجتماعی فیسبوک حمله تروریستی در کراکو سیتی هال را سفید کرده است. این بار اول نیست که یک نفر را برای سفیدکنی حمله به کراکوس جزا می‌دهند. ماه مارس سال گذشته در شهر سنت پتربورگ روسیه بهادر ظهوروی 26 ساله شهروند تاجیکستان نیز با گمان سفیدکنی تروریسم بازداشت شد. طبق فرضیه مقامات تفتیشات او در یک ضمیمه گفتگوی شبکه تلگرام نوار حمله به کراکوس را نشر کرده است که در آن علامت‌های سفیدکنی تروریسم دیده می شود. اما فعلا معلوم نیست که نسبت او چی جزا تعیین شد. حمله به تالار کنسرتی کراکو سیتی هال در ولایت مسکو روز 22 مارس سال 2024 یکی از مدهشترین حمله‌های تروریستی در سالهای اخیر در روسیه دانسته می شود. مقامات تفتیشاتی میگویند اجرا کنندگان اساسی این حمله شهروندان تاجیکستان و طرفداران شاخه خراسان دویش می باشد که گویا با فرمایش اوکراین این کار را کردند. اوکراین چنین اتهام را رد کرده آن را کاملا به اساس نامیده است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز 13 ایون خبر می دهد. 13 июни соли 1937 ҳофизи халқии тоҷикистон Одина Ҳошим таваллуд шудааст ки ҳамагӣ 56 сол умр дид, вале тавонист чун як ғазалсарои тавоно ва соҳиб мактабе ном барорад. ӯ 30 сол рӯи саҳна буд ва дар ин муддат наздики 500 тарона аксаран
بر متن شاعران کلاسیک فارس و تاجیک ایجاد کرده است. بعد مرگش که به سالهای ناآرام جنگ شهروندی راست آمد، یک خواجگی در زادگاهش ناحیه میرسیدعلی همدانی به نام آدینه حاشیه گذاشته شده است. 13 ایون سال 2012 وکیلان پارلمان تاجیکستان به قانون کنستیتوسیونی کشور درباره انتخابات مجلس عالی تاجیکستان علاوه وارد کرده دانستن زبان دولتی یعنی تاجیکی را به اعضای مجلس حتمی اعلام کردند. این تغییرات با تلاش‌های کمیته زبان نزد حکومت وارد شد و هدفش پیشگیری از کاربرد زبان کوچه و لهجوی در کار مجلس قانونگذاری تاجیکستان گفته شد. 13 ایون سال 2013 ادبیاتشناس معروف تاجیک رحیم مسلمانیان به کتابخانه ملی تاجیکستان کتابخانه شخصی خود را تقدیم کرد. 4000 عدد کتاب دانشمند نامی از کتاب‌های علمی و بدیعی عبارت است که در سال‌های گوناگون کار و فعالیت ایجادی و علمی این دانشمند جمع‌آوری شده است. پروفسور رحیم مسلمانیان مؤلف کتاب درسی دانشگاهی نظریه ادبیات سال 2016 در 78 سالگی درگذشت. صبح امروز قرب روبل روسی کمی بالا رفته 1000 روبل روسی به 128 سومانی، 100 یورو 1174 سومانی و 100 دلار 1001 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، سپاس که دوامی هفته ما را پیگیری کردید. برایتان استراحت خوب آرزو مندم. خدا نگهدار.